بسم الله الرحمن الرحیم. وجود سرمایه شدید زمستانی از یک طرف و تن نیازمندا از طرف دیگه که به لرزه در میان در چین هوای سرد سبب میشه که هر وجدان زنده تکان بخوره. بله دوستان عزیز، الحمدلله امروز توزیع بزرگ زمستانی ما در شهر زیبای باستانی هرات است و ما ترتیب داده شده است. بسته های که شما میبینین چوب و بخاری، کمپل، دستکش، بود، جراب، جمپر و مواد دیگه است که به اینا تسلیم داده میشه. الله متعال کسایی که در این امر خیر سهم میگیرن اجر و پاداش بده. 200 نفر ما دعوت کردیم، اینا میان به داخل و روز قبل نیز ما توزیعات داشتیم و به نیازمندا در ولایت هرات البته کمک های شد. الله متعال کسان را که در این امر خیر سهم گرفتن اجر و پاداش وافر عنایت کنه و در پرونده نامه اعمال خیرشان نوشته شود. لینک ها مشاهده میکنین. میریم بخش دوم که فامیلا را دعوت میکنیم اینا بیاین داخل و هر کدام روی بسته مشخص شده خود در واقع استاد شوند. میریم به مرحله دیگه. خوب هستین برادر عزیز؟ شکر برادر، شما خوبین؟ زنده باشین، بخیر باشین. چطور است وضعیت اقتصادی تا؟ شکر خداوند. میگذره؟ چند نفر هستین در خانه؟ 4 نفر فامیل از خود منه. بله برادرای من هستن. برادران چیز روزمره عاید داری نداری؟ مصرفات داره به پارکینگ 4 تا سکل وش میگن در معارف. خب بله. ان شاء الله مواد چیز مشکلات شما را حل میکنه بخیر. ان شاء الله زنده باشین و خیر باشه. خوب هستی کاکا جان؟ کاکا جان خوب. زنده شما خوب هستین؟ خسته نباشین. زنده باشین کاکا جان. ما چه در ارتباط با وضعیت اقتصادی تان از شما بشنویم؟ هیچی ندارین کاکا جان، به خونه به خدا 1 روپیه عایدات ندارین برادران. خیر ببینید خونه مسلمان آباد که اینا رو کمک کردم. بخیر است. زنده باش. مادر جان خوب هستین؟ شکر. شما چطور است اقتصادی وضعیتتان؟ وضعیت ما دیگه خوب نی. یک پیرزال پیرمردیم میوه پاخه به گوشه خونه شیشته. شما 2 نفر در خانه هستین خلاص؟ نه است عروسی هم دارم. بچگاکی شهید شده نواسه هم خودی من. خلاص. دیگه کسی نیست کار کنن؟ نه سرپرستم عروس ما است دیگه هم کارخونه میکنه. بچگاکی هم شهید شده. این سال خود من 2 تا شهید شد. خدا مغفرت کنه. ان شاء الله مواد استفاده کنین. اگر ما تا نیستیم خانه شما از نزدیک میبینیم ما دیگه هم کمک میاریم. یاس شوهر من. خب تشکر، بخیر باشین. خوب هستین مادر بزرگوار؟ شما خوب هستید؟ چطور است وضعیت اقتصادی شما؟ باشیم هیچی دیگه همیتونه مردی داشتیم فکر کرده 6-7 نفر به خونه بی سرپرست روزگار پیر میشه. خوب هستی مادر بزرگوار؟ خوبه شکر. شما خوبی؟ زنده باشین. چطور است وضعیت اقتصادی تان؟ 4 نفر در خانه هستین؟ ما وقتی اقتصادی ما کار نمی‌بینیم، مجبوری شوهر دارن 2 تا بچه دارن 2 تا دختر دارن. خود منو اگه مجبوری نباشه سر صبح بیام تو اینجا ان شاء الله خدا ها اگه اقتصادی ما خوب باشه چلی دست چینگ سپا بخوریم بیه. خدا مشکلشون رو حل کنه مادر بزرگ. بخیر. اسلام خدا حافظ. الهی امین. دوستان عزیز این بود برنامه ما الحمدلله که در شهر زیبای باستانی هرات تطبیق شده است و ان شاء الله که تانسته باشیم گره از مشکلات دوستای ما گشوده باشیم. لینک ها مشاهده میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.